What the hell؟ سلام چطور اولم خوش اومد به چنل جیوان دلتا. امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از چنل یوتیوب. امروز اومدیم با بازی هاگوارتس لگسی، همونطور که تو استوریای اینستاگرام هم گفتم. و اگه اینستاگرام ندارید لینکش دیسکریپشن هست، فالو کنید. اگه لینک براتون کار نکرد سرچ کنید جیوان دلتا دات بای تی و برید چنل اینستاگرام و پیج اینستاگرام رو دنبال کنید. اونجا همه خبرها رو میدم. و آقا بریم برای بازی هاگوارتس لگسی و میخوام یه واکترو مانند ازش بذارم که با هم بریم بازی رو جلو. میذاریم رو پرفورمنس. خب کانتینیو، اکسپت. خب بچه ها اسکیپ کنیم. و اینکه بچه ها ببخشید منم صدام گرفته چون یکم سرما خوردم. البته یکم که واقعا سرما خوردم. به تو اکسپت، برایتنس اکسپت. به بچه ها نامه هاگوارتس. به اینم نامه هاگوارتس میزنیم. و بله بچه ها باید اینجا به کاراکترمون رو بسازیم. خب 100% پسر کاراکترمون رو میسازیم دیگه. لیتس گو. با حاجی تاشناس کشتی پاسکات آشنا نه؟ حاج فروشی کم زده دست چکی اون کار سیو نمیشه با توی پاستا میکنه اینو اون روش بارت رو میکنم تای کفنت راحت. اسمم میاد دوش حواست جمع آواشی بزا کنه دهنت عادت. اینا همه خوشمزه پوری بی چنبل میرزیم رو تنگاری جنگه همسانه تو. و اینکه رفقا کاراکترمون تکمیل شد. این بود کاراکتری که ساختیم. و آقا استارت یور جرنی. بریم برای بازی هاگوارتس لگسی. به به واقعا هیجان داشتم برای این بازی. با یکم صدای گیم هم بذارید کمش کنم. نمیشه؟ نه واقعا نمیشه صدای گیم رو کم کرد. آقا اینجا با پروفسور فیک ملاقات میکنیم. یه چوب دستی داریم. بله چوب دستی هم دارم. این کیه اومد؟ یا خدا الیزاره فکر کنم اسمش. جورج. میگه که جغدتو گرفتم خیلی طول کشید. میگه بهتره که اینجا حرف نزنی الیزار. میگه بریم تو راه هاگوارتس هم صحبت کنیم. و آقا بریم دیگه. به اینم ماییم. بریم بچه ها. اینم کالسکه قشنگ اون. یا خدا. خب بچه ها وارد شدیم. برای که کالسکمون به پرواز در بیاد. به از همینجا رو فقط بلند میشیم میریم سمت مدرسه هاگوارتس. یا خدا این کی بود؟ خب بچه ها اینم راه هاگوارتس. وارنر بروس گیمز، کاری از شرکت وارنر بروس گیمز. و وارنر بروس همون سازنده هری پاتره. آره همون سازنده هری پاتره. و آوالانچ اگه اشتباه نکنم تلفظ درست بگم آوالانچ. و به ویزارد ورد و پورتکی گیمز. بریم برای بازی هاگوارتس لگسی بچه ها. اینجا هم کالسکه میره. جغد قشنگمونم پشته. چه جایی کم حرف میزنم با هم دیگه. اینم دانش آموز جدید. کلاس پنجمیم بچه ها. تو بازی کلاس پنجمیم اول.
Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, John he's Macho. also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric میگه که ما ویزارد شدیم. I dare say it's one of the reasons he's risen so far in the ministry. Have you seen this? میگه که اینو دیدی تا حالا. او بچه ها از رنگورک دزدی کردن. As to how great a threat رنروک اگه اشتباه نکنم. آره رنروک. Although I've yet to convince اومدم سراغت. یا خدا بچه ها این اجدهای اینجا چی میگه؟ اجدهای فکر کنم. من اینکه رو پاقایی صدای گیم کم زیاده ببخش صدای گیمو کم میکنم. Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she اینا هم died. دارن حرف میزنن راجع به Wondering what the ministry knew یه about his خانومی و activities. همین دزدی از بانک رنگورک. Before I could respond, I received this. بچه اینم It was the last thing she sent me. اوستریک جورج اوستریک It came to me via her. یکی از استادامون اگه اشتباه نکنم این جوق براش اینو فرستاد. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. میگه که ممکنه از رنگورک باشه من نمیتونم بازش کنم. این با یه جادوی خیلی قوی چیز شده. What's that glow؟ بچه به به ابول داره یه چیزی میبینه. یه گلویی داره میبینه یه نوری. پشمام بچه الان باز میشه فکر کنم. به به بچه بازش کردیم واقعا. What the hell بچه این دیگه چه سمی بود واقعا. وای همین اول بسم الله پارمون کرد بچه. اول بسم الله بازی شروع نشده اصلا هنوز. وای بچه خیلی بده. روزگارتو سیاه میکنم. بس سریعتر بجنب داداش برو. وای پرید جام بچه ها کالسکمون به پاک رفت. باید اینو بگیریم الان. آره دیگه باید بگیریمش حتما. اوه کلید. Give me your hand. دستتو بده من. بله بچه ها آکیو زد و ما رو برد. پروفسور فیک من نمیدونیم واقعا چه بلایی سر اون پروفسور جورج اومد اینجا با اسپل آکیو ما رو اینجا آورد. Your hurt میگه آسیب دیدی؟ It's Wiggenweld potion. ویگانول پوشن. Punch you in a second. و میگه که او این پایینو بزنیم هیل میکنه و اگه تو بازی جونمون کم شد واقعا جون خواستیم بخوریم از این پوشن رو بزنیم. ویگانول پوشن اگه اشتباه نکنم. چه اتفاقی افتاد؟ I can't believe he بچه احساس میکنم میگه که جورج مرد فکر کنم. attacking a carriage mid-air. A typical dragon would never. Professor? Sir? میگه که این اژدهای لعنتی اینجا که اومد. Porky. Porky. پورکی. To bring whoever touches it to a specific place. او بچه ها این کلیدم جادوییه. بله بچه ها اینجا اولین گیم پلیمون رو تجربه میکنیم. Like to look around a bit. میگه که من بهترم اگه خواستی میتونی به دنبالم. We've no idea who created this porky ببینیم که or کین why. ایده ای نداریم که کینو درست کرده و اینکه بچه از الان صدای گیم رو کم میکنم. واقعا صدای گیم خیلی زیاده. سلکت موزیکو میارم رو 35. میارم رو 35 و دیالوگ ولومم رو 34. بریم بچه ها. الان صدای گیم خیلی کمتر شد بهتره واقعا. کمتر شد صدای گیم. پدر مادرم اینجا که زده کمتر شد ولی من همچین احساسی ندارم. یکم دیگه کمترش میکنیم. میاریم رو 23. اینم رو 22. اینم رو 22 و اینم وایس کاراکترمونه. اینم میاریم رو
کمترین حالتش. من که رفقا let's fucking go. بعد بریم دنبال پروفسور فیگ. او بچه هشمام آزکابانه؟ برگام بچه آزکابانه. Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in those rooms. The portkey was meant to lead us there. بچه آزکابانه اگه اشتباه نکنم. پشمام چقدر خفن ساخته شده. یا خدا بچه You're sure you're all right and wouldn't mind indulging اگه اشتباه نکنم میخوایم کلیدو بگیریم و به یه جایی تلپورت شیم. stranger path, however faded it may be. بچه میگه که باید هر طور شده دنبال یه راهی بگردیم، حتی اگه راه مخفی باشه. میریم دنبال Mind your step. پروفسور فیگ و کوستمون هم این بود که The Path of Hogwarts اگه اشتباه نکنم The Way یا The Path Spent years searching for evidence of a و یعنی راه دنبال راه The Path to Hogwarts، راه هاگوارتس. بچه جامپ میزنه، rare few that seems to have been lost. زدن میپره، دایره از این پشتکا میزنه و مربع چیکار میکنه. Built by and is itself a stronghold of that ancient magic. این هم بچه I don't know اسپل استفاده میکنه اگه اشتباه نکنم. but I am certain it was to do with that search. نمیتونیم بپریم. من اینجا بخواستم خودکشی کنم. What the fuck. که دیس وی از این طرف بیا و بریم. Why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic بچه ها اینجا میریم. اگه اشتباه نکنم بعد اینجا بریم. matters is the one who wields it. خیلی بازی خفنیه واقعا. الان فکر کنم یه اسپلی استفاده میکنه. این یخه دیگه که اونقدر سرد نیست. به به. یه کسی خواسته اینو بلاک کنه، یعنی راه ببنده. Focus on the center. به به. آردو رو نگه میداریم. یا خدا بچه ها اسپل جدید. به به بچه ها یخ و شیکوندیم پشمام. یه اسپل جدید یاد گرفتیم که با آردو کار میکنه. اسپلش هم خیلی ساده است، یه ضربه فقط میزنه بچه ها. پشمام پشمام بچه ها واقعا خفنه. من بچه ها تو کامنت ها بهم بگید که طرف خوب رو انتخاب کنم، یعنی برم هاگوارتس و درسا برم تو کلاسا و اینا، یا اینکه برم طرف لورد وردمورت و آوادو کدابرا بزنم. ولی از مدرسه اخراج میشیم دیگه، فقط میتونیم با بقیه بجنگیم و یه سری کارهای دیگه بکنیم. و اینکه حتما تو کامنت نظرتون راجع به این مورد بگید که ما بریم طرف خوب یا طرف بد. و به بچه‌ها اینم چه بادی میاد دیگه. وای یعنی خودتو نگه دار. ریپیرو بچه‌ها یه پلی داره میسازه. پشمام واقعا پشمام بچه‌ها. اگه فیلم هری پاتر دیده باشید میفهمید با این بازی چقدر قرار حال کنید. به به میریم پایین. اینم اسپلی که یاد گرفتیم هی دارم میزنم. حالا یه اسپل یاد گرفتیم هی دارم میزنمش. آلموست در تقریبا تمومه. تو این کوزه هم هیچی نیست. نه بچه ها ظاهرا هیچی نیست. فالو پروفسور فیگ. نه انگار واقعا چی نیست. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems. یکی باید بگردیم این اطراف تا یه چیزی پیدا کنیم بچه ها. مپ هم داریم از الان. و به به. اوه Professor, it's a mural of some kind. کنم این در رمزیه بچه ها. Perhaps our host was a noted seer. جالبه واقعا. پروفسور فیگ هم میگه اینترستینگ، واقعا جالبه. خودش هم پشماش ریخته.
و آقا در حالا چجوری باید باز کنیم؟ Explore the Rains یا هر چی که هست. نمیشه اینجا رفت. بچه باید از کجا بریم واقعا نمیدونم. این مجسمه رو پیدا کردیم بچه ها. میگه که ممکنه این یارویی که اینجا هست خونش اینجا بوده باشه. بچه ها یه جایی پیدا کردیم تو این کوزه هم که مثل همیشه هیچی نیست. بچه ها ببینید چی پیدا کردیم. این دیگه چه سمیه؟ پروفسور فیگ. بچه ها باید چیکار کنیم اینجا واقعا؟ پروفسور فیگ اومد. Why would someone have conjured that enchanted stone here? چجوری این سنگ جادویی رو اینجا گذاشتن؟ What room? I don't see anything. بچه پروفسور فیگ هیچی نمیبینه ولی ما یه اتاقی اون پشت میبینیم. پشمام. In Merlin's name? یا خدا بچه یه قدرت داریم با گادریکس هارت. I don't believe it. قلب قادریک دیگه چی بود؟ گادریک وکت گابلین رو بیدار کنیم. آقا رضا جان آقا رضا یا خدا بچه بیدارش کردیم. بیدار شد گابلینه. پشماش ریخته. یا خدا بچه چقدر ترسناکه. جست مومنت یه لحظه صبر کن. بچه اینجا بانک گرین نمیتونم واقعا نمیتونم تلفظش کنم. گرینگتونز اگه اشتباه نکنم. حالا من بهش میگم گرینگتونز. کلیدو بده. میگه که کلیدو بده. اینم میگه پورت کیو میخواد و بله میگه که استای کلوز نزدیکمون باش. پشمام بچه ها این همون جاییه که تو فیلم هری پاتر هم بود. میگه اول شما برید. پشمام بچه واقعا خفن طراحیش کردن گیمو. پشمام بچه چه دیگه انداکوف. دستتون رو تو کابین نگه دارید اگه میخواید که از دستشون ندید. ما هم رفتیم بچه ها. پشمام به به. یا خدا باید بریم سمت والت خودمون یا همون صندوق خودمون. چقدر خفنه بچه واقعا. پشمام ریخته. خب بچه ها رسیدیم به این والتمون یا همون صندوقمون. یه گابلین دیگه همجا نگهبانه. ترمزش رو میگیره. والت نامبر 12. یکی از این طرف. بچه چرا ما رو داره میبره واقعا؟ برای چی؟ Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. او بچه ها گفت داشتیم راجع به اون نوری که دیدیم صحبت بکنیم ولی خب گابلینه پرسید ما پیچونیمش هر طور شده. اینم والتمون. پشمام بچه ها. او بچه ها میگه کسی تا حالا از والت 12
این همون صندوقچه 12 دیدن نکرده، یعنی اصلا بازش نکرده و الان تازه برای اولین بار داره باز میشه. Thank you for your help. مرسی بابت کمکت. و به اینم والت 12. هشمان بچه ها. I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the hold room key and then close the door. بچه درو بست برامون. هشمان. Professor? یا خدا. Unexpected. بچه درو بست پشتمون که ممکن اینجا چیزی باشه. ربلی. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. بچه اسپل ربلیو رو بهم داره یاد میده. Ready your wand and focus. خب بچه یه اسپل برامون باز شد، ربلیو. بعدا فکر کنم میتونیم بزنیمش. ربلیو. There. I saw something. یه چیزی میبینم. And try again. او بچه پشمام این گلو رو دیدیم. That's a star. That symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. بچه این سمت Revelio. چپ رو بزنیم ربلیو میزنه. باز کنیم بچه اینو لمس میکنیم و میریم داخل. پشمام واقعا. او لوموس. لوموس همون چرا قوه است. I suspect we will need to earn our way نزدیک پروفسور فیگ باشیم بچه out. I do. But to what end I can't say. Stay close. یکی پیش من بمون، نزدیک من بمون. Not out of Gringotts. پشمام بچه ربلیو هم میزنیم. Revelio. چیزی اینجا نیست، باید من نزدیک پروفسور فیگ بمونیم. او بچه What is it? پروفسور فیگ داره یه چیزی میبینه. Floor. یا خدا. او بچه پشمام رفتیم روش اتفاقی افتاد. باید چیکار کنیم الان؟ یا خدا. What the hell اینجا چه اتفاقی افتاده؟ About. بچه این دیگه چه سمیه؟ Yes, sir. Fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. همون مجسمه است. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. یه مجسمه میبینم ولی فقط انعکاسشو. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you move, the reflection turns in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. و بچه حالا یه اسپل جدید میخواد بهمون یاد بده، لوموس. همونی که چرا قوه است و چرا چوب دستیمون روشن میشه. به به لوموس رو میزنیم. Well done. بچه اینهاش پشمام. دنبال نور میره. بچه باید رفلکشنشو یعنی همون انعکاسشو نگه داریم. و به به یا خدا بچه اینا قراره با همون بجنگن. پشمام یا خدا. نگو که اینا قراره برامون بجنگن، یعنی با همون بجنگن. یا خدا بچه پروفسور فیک جرشون داد. بچه قراره با اینا بجنگیم. پروتکتور میزنیم.
پروتکتو هم میزنیم. به به بچه یه ده پروتکتو میزنیم بچه. پشمام خیلی خفنه گیم پلیش. دوباره لوموس. ما هم لوموس میزنیم. استی کلوز پیش بعد بچه ها ادامه ویدیو به خاطر باگ ریکوردر PS5 ریکورد نشده ولی اتفاق خاصی هم نیفتاد. لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوی بعدی. پیس اوت. Suck a nigga dick. Suck a nigga dick. Suck a nigga dick. Suck a nigga dick. Suck a nigga dick.